بازم از طریق اینترنت جهانی با هم ارتباط برقرار کردیم و شما ویدیویی که ما آپلود کردیم و به راحتی میبینید. همه اینها از دولتی سر اینترنته که همه دنیا رو یه جورایی به هم وصل کرده. پس باید بدونیم که اینترنت مثل یک کوه یخ میمونه. کوه یخ معمولا وقتی تو آبه یه مقدار کمش بیرونه، 95% تو آبه. اینترنت هم همین جوریه. من و شما فقط 4% اینترنت رو میشناسیم و این 4% که ما استفاده میکنیم بهش میگن سرفس وب، یعنی اینترنت سطحی. اما 96% بقیه اینترنت دیپ وب و دارک وبه که برای دسترسی عموم نیست. 90% این 96% دیپ وبه که میشه لینک های مخصوص مثل اطلاعات شرکت ها، بانک ها، فروشگاه های بزرگ، بیمارستان ها، ادارات. همه اینترنتی که اینا دارن دیپ وبه و اون اینترنتی نیست که من و شما داریم. اما تا حالا شد چند درصد؟ 90% دیپ وب، 4% هم سرفس وب، جمعا میشه 94%. اون 6% کجاست؟ 6% اون ته که بهش میگن دارک وب. دارک وب اینترنت خلافکاراست، نه مثلا جیب برا، خلافکاره که مو به تن آدم سیخ میشه. مثلا بچه میفروشن، هر موادی که بگی میفروشن، کلیه میفروشن، اطلاعات بد و خطرناک رو در اختیار مردم میذارن. مثلا نارنجک رو چجوری بسازیم و خیلی چیزهای دیگه که انقدر بده واقعا نمیشه گفت. شما هم زیاد کنجکاوی نکنید، ندونید بهتره. کسانی که تو دارک وب میرن که دنبال یه چیز خلافن یا خلافکارن. حالا اصلا فرق اینا چی است؟ اول از همه باید بدونین که ما از طریق مثلا گوگل کروم یا فایرفاکس نمیتونیم بریم تو دارک وب. باید اپلیکیشن به خصوص رو دانلود کنیم. بعد وبسایت هایی که تو دارک وب فعالن لینک بیشترشون با .onion تموم میشه، نه .com و .net. و اینا قبل از اینکه فکر کنید برید توی دارک وب یا نرید، باید بدونید که نیروهای امنیتی تمام کشورها تو دارک وب پرسه میزنن و رصد میکنن که کسی از حوزه خودشون وارد دارک وب نشه و اگر وارد بشه ببینن چی کاره است و داره چی کار میکنه. کسانی که تو دارک وب رفت و آمد دارن آدمهای بیرگ و سنگدلی هستن که میتونن تو این محیط رفت و آمد کنن. یک آدم معمولی اگر بره تو دارک وب، اثرات چیزهایی که میبینه تا آخر عمر مثل یک کابوس ولش نمیکنه. چیزهایی که واقعا حال انسان رو به هم میزنه. مثلا تو استرالیا یک نفر رو دستگیر کردن که کارش این بود که چند تا بچه رو تو خونش نگه داشته بوده و اینها رو به شدت کتک میزده و فیلمش رو میذاشته تو دارک وب. کلی هم ویو میگرفته. از همون آدم هایی که گفتم باید خیلی سنگدل باشن. اما این آدم چون تو استرالیا بوده تونستن پیداش کنن و بگیرنش. ولی هزاران کسی دیگه هستن که تو دارک وب دارن فعالیت میکنن و نمیدونی از کجای دنیا هستن. چتروم های مختلف در دارک وب وجود داره که حرفایی که به هم میزنن اگر بخونین چند روز طول میکشه تا حالت جا بیاد که باور کنی یک همچین آدمایی تو دنیا وجود داره. مثلا آدم کش ها دارن درباره کشتن راحت‌تر و بهتر صحبت میکنن، یا آدم خورها، یا بچه بازها، یا تجاوزکارها، یا جنایتکارها. همه اونجا بازارشون داغه و مثل فیسبوک که آدم های معمولی با هم چت میکنن، اونجا این تیپ آدم ها دارن با هم چت میکنن. آدم های کنجکاو که خیلی دلشون میخواست ببینن چه خبره. یکیشون تعریف میکرد که رفته اونجا داشت آموزش آشپزی میدید و همین چی عادی بود، اما گوشتی که آورد بندازه تو قابلمه ناآشنا بود،
چون اعضای بدن انسان میخواست بپزه و داشت با آدمخوارها آموزش آشپزی میداده. دارک وب نیوز یک وبسایت معمولیه که اخبار دارک وب رو میده. تو این وبسایت نوشته شما میتونید با لینک های عجیب و غریب وارد دارک وب بشین، اما درست مثل این میمونه که بدون سلاح بری وارد خط اول جبهه جنگ بشی. به احتمال خیلی زیاد اگر خیلی خوش شانس باشی هکت میکنن و دیگه نمیتونی ادامه بدی، ولی اگر بد شانس باشی وارد میشی و یه دفعه یه ویدیو برات باز میشه که یک تجاوز وحشیانه رو داره بهت نشون میده. اگر تو یک کشوری باشید که پلیسش در این مسیر فعاله، به احتمال زیاد فردا میون در خونتون و به جرم تماشا کردن پورن کودکان دستگیر میشید و عکست میره روی صفحه روزنامه ها. حالا فکر نکنید اگه برید وارد دارک وب بشید میتونید قصر در برید. اگر تو خود دارک وب گرفتار آدم های ناجور نشی هنوز قصر در نرفتی، چون تو بیشتر کشورهای دنیا رفتن به دارک وب غیر قانونیه، حتی برای کنجکاوی. برای همین میان سراغت. FBI میگه بیشتر مجرم هایی که تو دارک وب میگیریم قاچاقچی های اسلحه و مواد مخدرن. مثلا پلیس هند خیلی تو دارک وب فعالیت داره، چون خلافکارایی که تو دارک وب هستن خیلی هاشون تو آسیای جنوبی شرقی هن. هندی ها زیاد میرن تو دارک وب، البته هندی های قاچاقچی که خرید و فروش مواد مخدر رو میکنن. پلیس هند خریداران رو پیدا میکنه و میره سراغشون که ببینه کجا رفتن، کجا معامله کردن تا باندهای اصلی رو پیدا کنن. ولی فروشنده های مواد مخدر معمولا جاشون محکمه. یک کشف پلیس انگلیس که خیلی جالبه اینه که چند تا دانشجوی دانشگاه منچستر چون درس شیمی خونده بودن شیشه تولید میکردن و توی دارک وب میفروختن. خیلی هم پولدار شده بودن، ولی بالاخره پلیس انگلیس پیداشون کرد. مثل اینه که تو انگلیس خیلی ها تو دارک وبن. در سال 2016 یک پرستار انگلیسی دستگیر شد که این خانم داروهایی که اصلا نباید در دسترس باشه رو تو دارک وب میفروخته. اونم دستگیر شده، ولی این دوتا دستگیری رو میبینی مثل اینه که یک خرس دوتا مو بکنه. پلیس انگلیس اعلام کرده که از دارک وب مواد مخدر بخرید صبح بیایم در خونتون، یعنی ردخور نداره که دستگیر میشید. برای همین دیگه سعی میکنن از تو خیابون بخرن. تو دارک وب بیشتر معاملات با رمز ارز یا کریپتو انجام میشه. کلا رفتن به دارک وب یک اشتباه خیلی بزرگیه، چون تمام پلیس ها و نیروهای امنیتی کشورها هم تو دارک وبن. حتی مواد و اسلحه میفروشن و منتظرن که ببینن کی میخواد بفروشه، کی میخواد بخره و برن بگیرنش. با این همه فعالیت پلیس ها تو دارک وب کارشون زیاد موفقیت آمیز نبوده، چون طی 3 سال اخیر جمعیت ویزیتورهای دارک وب 3 برابر شده. دارک وب یک وسیله خوبی شده برای گانگسترهای دنیا، چون قدیما خودشون میرفتن آدم میکشتن. امروزه خیلی سریع هر جای دنیا باشه یک آدم کش تو دارک وب استخدام میکنن که بره کارشون رو انجام بده. آمار کل ترافیک دارک وب رو هیچ موقع نمیتونیم بگیم، چون دقیق نمیشه محاسبه کرد، اما وبسایت ایجنت میگه که 2 میلیون نفر از طریق بروزر تور وارد دارک وب میشه که آمارشون وجود داره. 21% از این جمعیت از روسیه میان، 13% از آمریکا میان و این وبسایت میگه در رده سوم ایرانه که 7% از این 2 میلیون نفر از ایران وارد میشن. دارک وب واقعا یک دنیاییه که هر چی بگیم تمومی نداره. از بدیهاش میخواستم بگم، از خوبیاش که نداره. از ظلم و نامردی و هر چیز غیر انسانی تو دارک وب وجود داره. در ضمن قبل از این که برین یادتون باشه که نظرتون رو درباره دارک وب بنویسید.